دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواهان در انتخابات پرزیدنت آمریکا پیروز شد. او از رقیب اصلیش از حزب دموکرات خانم هیلاری کلینتون بیشتر آواز گرفت. در اینجا در گوشه آمریکایی در شهر دوشنبه از ساعت 6 صبح به وقت محلی بسیاری از جوانان تاجیک همراه با کارمندان سفارت آمریکا از جریان انتخابات آمریکا به طور مستقیم نظارت می‌کردند. سفیر آمریکا در تاجیکستان از همتایان دیگری خیش در گوشه آمریکایی پذیرایی کرد. همچنین برخی از خبرنگاران نیز به طور مستقیم از انتخابات رئیس جمهوری آمریکا در اینجا به طور مستقیم نظارت می‌کردند. سفیر آمریکا در تاجیکستان خانم الیزابت میلر در شرح جریان انتخابات در دوشنبه گفت شما دموکراسی را در عمل می‌بینید. چیزی که ما حالا در اینجا می‌بینیم این دموکراسی در عمل است. باید گویم که در کشور من نخستین پرزیدنت سال 1789 انتخاب شده بود. از آن زمان تا کنون ما 34 دوره انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را از سر گذرانیدیم. امروز نیز ما شاهد انتقال صلح‌آمیز قدرت خواهیم بود. این صبح در اینجا به طور رمزی یک انتخابات خرد دایر کرده شد که در آن بیشتر جوانان تاجیک شرکت کردند، آنهایی که در گوشه آمریکایی تحصیل میکنند و در این انتخابات کوچک بیشتری رای دهندگان با جانبداری از خانم هیلاری کلینتون آواز دادند. اما رای دهندگان اصلی در انتخابات آمریکا البته شهروندان خود آمریکا هستند که در قلمرو آن آواز میدهند و آنها البته از نامزد حزب جمهوری خواهان جناب دونالد ترامپ حمایت کردند. این نتیجه انتخابات البته برای بسیاری ها غیر منتظره بود. در تاجیکستان هم اکثریت بر این بودند که خانم هیلاری کلینتون در این انتخابات پیروز خواهد شد. در جریان انتخابات در اینجا در دوشنبه دو گروه از جوانان تاجیک سبقت مباحثه را آغاز کردند و در این سبقت آنها سیاست آمریکا در رابطه با مهاجرت را بررسی کردند. البته گروه غالب آمد که از موقع حزب دموکرات در نسبت مهاجرت جانبداری می‌کردند و آنها البته از سیاست پیش گرفته دونالد ترامپ که میگفت مهاجرت بر زیان آمریکا تمام می‌شود انتقاد کردند و آنها در این مباحثه غالب آمدند. عبدالله اشرف، امرالدین عالموف، رادیو آزادی، دوشنبه.